إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله علیم قدیر. آیت 70 سوره نحل. در آیات قبلی الله متعال زندگی یکی از جمله حشرات که او زنبور عسل بود الله بر ما ذکر کرده بود. نظام اجتماعی، تنظیمی که یا در زندگی خود دارند بسیار شگفت‌آور و عجیب است. انسان ها میتونه از برنامه زندگی از یاد درسای عظیم بگیره و اتفاق و اتحاد امی زنبورای عسل با وصفی که هر کدامشان دارای زهر است، نیشای زهردار داره، اما زمان اتفاق میکنه متحد میشه، زنبوری عسل تولید میشه. اگر هر کدام زنبورا تنها باشه نمیتونه عسل تولید بکنه یا به نفع مردم شوه. از امو خاطر است در این داستانی که الله متعال سوره رم به نام نحل نامیده و این داستان از ذکر کرده، درس عظیم برای ما و شما بود که ما زندگی اجتماعی خود به کدام منوال پیش ببریم. یقینا هم این تمثیل یا نمونه برای ثمره اتحاد و اتفاق است. زمانی که دست به دست کسی میده و هر کدام در تلاش کار و روزگار میشه، هر کدام وظیفه و مسئولیت خود میشناسه و هر کدام در یک مرکز رجوع میکنه، حتما در بین از یا وحدت فکر ضروری است، وحدت منهج ضروری است، وحدت هدف ضروری است. زمانی که اینمی اتفاقای اتحادا موجود شود، ثمره مثل عسل مکمل مرتب میشه. ما در زندگی روزمره خود هم اگر انسان ها مثل زنبورای عسلواری وحدت فکر داشته باشه، زیر یک امارت، یک خلافت زندگی بکنه، یک امیر سرشان باشه و کلشان بیکار یا تنبل نباشه، هر کدام مسئولیت شناس باشه و هر کدام تلاش بکنه که چیزی خوب به لانه خود بیاره، تلاشش امی باشه و یکی به دیگه هیچ نوع ضرر و زیان نرسانه، یقینا زندگی دنیا مبدل به مثل عسل میشه. اما افسوس است که کدام تعلیماتی که قرآن برای انسان ها پیش میکنه که سبب زندگی عسل آمیز میشه، او را مردم فراموش میکنه، در پشت سر میگذاره. از امو خاطر است که جنگ و عداوت و دشمنی در حالت چی سرحد نهایت خود میرسه. امروز انسان ها در بین خود آنقدر کشت و خون شروع کرده که این از یک گوشه دنیا تا گوشه دنیا دیگر چقدر قتل ها و چقدر مصارف انگفت و چقدر نعوذ بالله کشتارهای بیجا میشه. این کلش دلیل بالای عزیزه که هر کدام میخواه نظریه و مفکوری خود سر دیگر تحمیل بکنه. امروز دنیای اروپا و غرب تلاشش به ایسته که کدام قانون خودساخته مفکوری خود که به نام دموکراسیات میکنه و سر کل ملل جهان بپذیرانه و کل گیر تسلیم به می نظام بکنه. این خودش سبب بروز جنگ ها و اختلافات میشه که گاهی هم دنیا آرامی یا ساعت آرام به چشم نبینه. از امو خاطر است که تعلیمات قرآن کریم دعوت به سوی اتحاد و همبستگی میده، نه به سوی اختلاف و نعوذ بالله پراگندگی. ما یکی از جمله اهداف ما یا از جمله آرزوهای ما امیسته که ملت به نامهای مختلف تقسیم نشوه، در صورتی که منبع یکی باشه، کتاب الله و تشریع از او توسط حدیث پیامبر و تعلیمات پیامبر شده باشه. نیازی نداریم که ما پراگنده باشیم، هر کدام جدا جدا باشیم، بلکه از یک چشمه کل ما سیراب شویم و کل ما به او اطاعت بکنیم. از او خاطر مسئله مذهب پرستی که در اواخر خیلی زیاد اوج گرفته، این توسط ائمه نشده که ائمه توصیه کرده باشه که هر کدام شما فرقه بسازی و یکی در مقابل دیگه خیلی تعصب و ضد داشته باشه، بلکه مردم است که در بین خود برای بعضی توقعات نعوذ بالله نادرست خود میخواه از نام مذهب استفاده غلط بکنه و نام مذهب بد بسازه. شما ببینید ائمه مجتهدین تاریخشانه هر کدام پابند کتاب الله و سنت رسول الله بوده و هم مگیره توصیه کرده به سوی چنگ زدن به کتاب الله و سنت رسول الله. اما این مردم و تابعین نشسته که به نسبت دروغ نعوذ بالله فرقی خدا یا جماعت خدا از کل کده اولا و بهتر میدانه، دیگران را حقیر میشماره و این سببی بدبختی بزرگ در امت اسلامی شده. در این شکی نیست که پراگندگی های دیگه قومی و لسانی و گپا در بسیار گوشه های جهان موجود است،
اما او قدر مؤثر در پراگندگی امت نمی باشه. علتش است که الحمدلله مسلمان ها پیدا میشه که اینمی نجات ها و اینمی خطوط هیچگاه در نظر نمیگیره، بلکه همیشه تلاش از یا است که ما پابند نظام الله متعال باشیم، ولو در هر سمت باشیم، در هر نظام باشیم. مشکل خیلی بزرگ که برای ما برای پراگندگی ایجاد کرده مسئله مذهب پرستی است که با تأسف ای به آن اندازه اوج گرفته علمای ما حتی آماده نیستن کتاب مذهب دیگر لا اقل یک مطالعه سرسری بکنه بجز از کتاب مذهب خود که امیر وحی آسمانی فکر میکنه، دیگه هیچ دو نمی اندیشه کدام دلیل و قوت داره کدام نداره. الله رحم بکنه. نحل یا زنبورای عسل که الله متعال در قرآن ذکر کرده ما را دعوت به سوی امی گپا میده که ما منهج ما یکی باشه، هدف ما یکی باشه، همگی یک مرکز توحید داشته باشیم، به یک مرکز رجوع بکنیم. در این صورت زندگی ما همو قسم شیرین میشه مثل که وا عسل تولید میکنه. یقینا انسان ها هم امی قسم میشه. الله متعال نصیب بکنه انشالله این حرکت شروع. اکثر مردم مسلمان هوشیار بیداری ما که خالی از تعصب است، ضد نداره و واقعا که محبت کتاب الله و سنت رسول الله در قلبش است، این گپا را خوب دقیق شناخته معرفت حاصل کرده که یقینا ما را که در کدام سرحد نعوذ بالله به بندوباری رسانده یا ما را در بدر کرده امی اختلافات و اختلافات انشالله روزی باشه که هیچ موجود نباشه. هر فرد مسلمان پرسان کنی در مذهب کیستی بگوید که محمد رسول الله، کسی یک مذهب دیگه هم نام و نشانش نباشه. این امید است انشاءالله در اواخر همینطور حالت میرسه که مسلمان ها دیگه از شخصیت پرستی ها و تنظیم پرستی ها مکمل دست بسر میشن. انشاءالله طرف کتاب الله و سنت رسول الله حتما مراجعه میکنن. الله امو ساعت بیاره انشاءالله و ما را برنامه اولش قرار بده که اول گام نهادنیش ما و شما باشیم. والله خلقكم ثم يتوفاكم. الله متعال اشاره به این میکنه که انسانا همه کمالاتی که شما میبینید در وجود خود در ماحول خود از ناحیه الله متعال است. الله متعال برای شما ارزانی کرده، در پیش خودتان اختیار خودتان نداره. حتی جوانی و قوتی که در وجودتان است یا در اختیار خودتان نیست، امر ذاتی نیست بلکه داد الله متعال است. از امو خاطر است احوال مختلفی که در عمر انسان رونما میشه دلیل به این است که انسان باید یک نوع هوشیار باشه، بفهمه که من روزی از مادر تولد میشدم چه حالتی داشتم، امروز در کدام مرحله رسیدم. روزی فرا میرسه که مثل طفل واره امو قسم بی علم باز میگردم با وصفی که تجربه ما به 100 سال رسیده باشه و چیست سیر و سیاحت ما بسیار گوشه های دنیا را دیده باشه و معرفت و شناخت ما با بسیار مردم شده باشه، اما سرحد میرسه که یک سخن یک دقیقه پیش گفته سوال کرده باز در یادش باقی نمانده دوم باره سوال میکنه. از امو خاطر است که الله متعال بندگان خود برای احترام پدر و مادر خصوصا در حالت پیری توصیه میکنه، چرا که حالت پیری عینا شباهت با حالت طفلی داره. دیگه به یک چیز خیلی زیاد لج میگیره و یک چیز در یادش نمی باشه، فراموش میکنه، سبب خستگی اولاد میشه. از امو خاطر است در این موقع باید احترامش داشته باشیم. الله متعال میفرماید والله خلقکم ثم یتوفاکم. مرگ و زندگی هم در اختیار خود انسان نیست. اگر در اختیار خود انسان باشه آرزوها و آمال انسان خیلی زیاد است. انسانی طور برنامه ها رقتی خود نقشه ریزی میکنه در خیال خود که بسیار طولانی و دوامدار است، اما خبر نداره که به مجرد از خانه میبره لیکن پس به خانه باز دوباره آمده نمیتونه. دست به طعام شسته باشه اما لقمه نصیبش نشده باشه. این کلش در اختیار الله متعال است. این خود دلیل بری است که انسان بسیار محتاط باش، گام تا بسیار به احتیاط بگذار، به خاطر که مرگ و زندگی در اختیارت نیست. مبادا که نعوذ بالله در حالت معصیت مرگی تو فرا برسه و به الله متعال سخت شرمنده باشی که در کدام حالت تو وفات کرده. از امو خاطر است که ابراهیم علیه السلام اولاد خود توصیه میکنه فلا تموتن الا وانتم مسلمون. انسان در هر لحظه زندگی تسلیم نظام الله متعال باشه که مرگ فرا برسه شرمنده خو انسان نباشه. یقینا پیدایش هم به نزد الله، باز وفات کردن هم به نزد الله است. اما کسی را که عمر میده و منکم من یرد الی ارذل العمر، بعضی از شما بازگردانیده میشه الی ارذل العمر، در خوارترین عمرها که طاقت جسمی و عقلی انسان مکمل ضعیف میشه، از حد کمالش باز میمانه، حافظه ضعیف میشه،
توانمندی مکمل از بین میره، امو علم و مهارتی که داشتی، هوشیاری که داشتی و کلش از بین میره. انسان در سرحد میرسه نعوذ بالله که حتی پیشاب خود در دم روی مردم اعلام میکنه. در اون طور حالتا در عمرام انسان میرسه. هیچ کس نمیخواه که من در می حالت باقی بمانم. از امو خاطر از اکثر مردم ها رشته داره وقتی که حالات سخت سرش آمد از الله مرگ طلب میکنه مستقیما. با واسطه که مرگ طلب کردن خوب نیسته، اما مشکل اینجاست که کل روزگار خود در غلط تیر کرده، نعوذ بالله در بیبندوباری تیر کرده، از او خاطر حالتش خراب میشه. اکرمه رحمه الله میفرمه از جمله مفسرین است، او میگه که کسایی که تعلق و رابطه با قرآن داره، در تفسیر و در حفظ و در گپایش، الله متعال یاره در ای ارزل عمر نمیبره. و یقینا 120 ساله کسای استازای قرآن کریم ما دیدیم که با کمال عزتمندی احترامش میشه و همونطور الله برش چی داده. از همون خاطر است انسان عمرش زمان خوب است طولانی شدنش که انسان در طاعت الله متعال باشه، عزتمندیت محفوظ باشه. اگر در حالت میرسی که باز دیگه کنترل خود هم نمیتونی، بسیار سخت است. این خو ارزل عمر خوارترین عمرایی که الله متعال به کسی میگن. اگر نه که کسی به نام پیر صاحب، عجیب قصه را شیخ صاحب برام کرد، میگه یک سیاسر اونجایی میشناسه، قسم یاد میکنه که یکی از جمله ما چون به نام آقای چی بوده، پندک، آقای پندک، همیشه همی نام آقای چیسته عجیب میباشه، چربلق آقا و بغبلق آقا و آقاهای مختلف میباشه. آقای پندک به خاطری که پشتارش در پشتش بود، میگه نه در نان نه در خو در هیچ جای چی نمیکرد، حتی در تشناب که میرفت پشتاره در سر بود، اما مردم او را تقدس قائل بود. نعوذ بالله میگه در سر دسترخوان نشسته، همینطور نان نمیخورد، بعد از دسترخوان پیشاب اعلام میکرد مردم نشسته، لیکن او قدر و قیمت داشت که کسی برش چیزی گفته نمیتونست. آلی امی حماقت و بیعقلی در کدام سرحد رسیده بود نعوذ بالله که حتی مردم امیر درک کرده نمیتونست و او را به منام یک ولی بزرگ الله معرفی میکردن. کسی که به دسترخوان پیشاب کنه در پیش مردم عجیب است. اگر پیغمبر علیه الصلاه و السلام اذا ذهب المذهب چیست ابعد، عند کجا میرفت، اما یا تابعین پیغمبر خود میگیره، خو افسوس است. خیر، به هر ترتیب عمر انسان در سرحد میرسه که خوارترین عمر میباشه. چرا؟ لا یعلم بعد علم شیئا لکی لا یعلم، به خاطری که ندانه پس از یک علم یک چیزی را. بفهمه که یک وقت چقدر نیرو قوت داشت، حافظی قوی داشتم، امروز هر چی که میکنم اما حالت باقی نمانده. من خودم در اون زمانی که من نو درسا را میخواندم، یک مرتبه که می عبارت تیر میکردم باز در ذهنم نقش میشیشت، اما امروز به او پیمانه نیستیم. همین تغییرات و انقلابات انسان بیدار میسازه، متوجه میسازه که یک روز از این دنیا رفته نیستی، چی امرای خود داری. ان الله علیم قدیر، یقینا الله متعال علیم علم داره، تمام مصالح مردم میدانه، قدیر قدرت داره، یعنی هر فعل که الله بکنه میتونه. انسان در کدام حالت عمر بده یا نده کلش الله متعال میتونه. پس معلوم شد که همه کمالات انسان چی معنوی چی مادی از ناحیه الله متعال است. لایق عبادت و پرستش تنها الله متعال است. بله، الله متعال تفاوت‌های را در رزق و روزی پیدا کرده، در استعداد و قوت‌ها پیدا کرده و یام از جانب الله متعال است. پس انسان باید لااقل تفکر بکنه که من همه مهارت‌هایی که دارم، درجه‌ای که دارم از جانب الله متعال است. پس چطور شده میتونه که طور الله را اله کرده نعوذ بالله به بتای خود ساخته و دست ساخته خود سجده ها بکنه، او را مالک نفع و ضرر خود قرار بده، یا او صاحبای قبر مرده های چندین هزار ساله را مردمان نعوذ بالله مالک خیر و شر خود بدانه، حاجت روا و مشکل کشا بدانه. این بسیار سخت جفاسته که الله را اله کرده، نعوذ بالله به غیر الله سجده ها میکنه. شما ببینی الله متعال چرا این گپا را میزنه. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، الله برتری داده بعضی شما را علی بعض بالای بعضی دیگر را فی الرزق در روزی دادن. چرا؟ الله متعال حکمت تفاوت که در رزق مقرر کرده یک مصلحت بزرگ است. فما الذین فضلوا براد رزقهم، اگرچه آیت در رد شرک است، الله متعال میگه سیکو در رزق الله تفاوت آورده، بعضی تان خیلی زیاد رزق داده، مال و توانایی و داراییش خیلی زیاد میباشه، در خانهش چندین نوکر یا غلام میباشه. آیا غلامایتان در سرمایه‌تان شریک میکنی؟ امو رقم تصرفی که شما در مالتان میکنی اموارم شریک بکنی؟ پشت سرم مثال الله متعال مثال بنده مملوک ذکر میکنه.
این جمع میطور است. نعوذ بالله، این مخلوقی که الله پیدا کرده هر کسی که هست محتاج به الله متعال است. باز شما میگیری همین مخلوقی محتاجه با الله متعال برابر میسازی. نعوذ بالله. و خودتان آماده به این نیست که یک غلام و نوکریتان در مال و داراییتان یک سان امرای شما برابر شود. تعجب است. این عیناً مثل موضوعی که اونجا امو دخترا ملائکه دخترای الله میگفت نعوذ بالله، به الله دختر قائل بود اما خودشان از دختر بگه آنقدر بد میبرد که زیر خاک میکردن. همیشه انسان ها همیطور است. به الله متعال اینطور نسبت های بیجا و ظالمانه میکنه که حد و اندازه نداره. شما ببینید چیزی را که به خود نمیپسندی و به الله متعال را نسبت میکنی. اینجا کسی را هم قط خود برابر و شریک نمیدانی اما باز با قط الله برابر میکنی. ولی را پیغمبر را او را باز با الله و صفت الله را برش ثابت میکنی. این بسیار ظلم بزرگ است و این آنقدر جفاست که هیچ پرسان نکو. چرا امی گپ قائل استی؟ امروز ببینی جامعه ما بمی تصور و عقیده نیست. مردم را به نام نازدانه شریک با امرای تصرفات الله نمیدانه. اولاد دهنده و شفا دهنده تلقی نمیکنه. حاجتای خود از وان نمیخواه. الله در یادشان نیست. پس اینطور مردم ها چه قسم دعوا داره که ما یقینا جنت نصیب ما شوه؟ یا خود در حدود الله، در اون چیزی که حق الله است آنقدر تجاوز بیجا کرده که پرسان نکو. سجده را که بزرگترین در حدیث ما شما میخوانیم که نزدیکترین حالت انسان به الله سجده است، به خاطری که پیشانی عزتمندی خود در خاک گذاشته، در زمین گذاشته، اعلان و اظهار عاجزی را برای الله متعال میکنه. و تو بخی برای قبری کارا بکو، برای یک پیری که یک دقیقه بعد حتی کاش که علم قرآن و حدیث خواهم داشته باشه نداره، فقط 2 روز اونجا مردم به شرک دعوت کرده، برای از وا سجده کرده رایستن. دیگه این چقدر ظلم است، چقدر جفای بزرگ است در حق الله متعال. حق الله را بیبی و ای را بیبی. الله زو خاطر میگه فما الذین فضلوا براد رزقهم، نیست او کسایی که فضیلت داده شده، برتری داده شده به صاحبان مال، در رزق روزی برشان زیادت داده شده، برادی گرداننده رزقهم مال دارایی خدا، علی ما ملکت ایمانهم، بالای کسانی که مالک دستای راستشان است، دستای راستشان مالک شده، برای از ما پس نمیگردانه مال خدا که واره برابر قطی خود بدانه. فهم فی سوا، که پس یا باشه در تصرف امی مالا برابر. همون قسم که بادار مصرف میکنه امی غلام هم مصرف کنه، هیچ کدام سوال و جواب سرش نباشه. الله میگه اف بنعمت الله یجحدون، آیا به نعمت الله شما یجحدون یا انکار میکنه؟ این نعمت الله را برش داده، تو را بیبی که چی مهارت تو چقدر قدر قوت برای تو داده، بازم تو الله را نشناختی، معرفت الله برات نصیب نشد، بازم خدا محتاج مخلوق عاجز کردی. بسیار سخت است. اگرچه آیت در رد شرک است، یعنی کسانی که غیر الله را با امرای الله شریک میسازه، مثل که غلامه و نوکرا را با بادار در تمام سرمایه و تصرف شریک میسازه. و هیچ کس در دنیا همینطور پیدا نمیشه که غلام و چیستا نوکری خود در تمام سرمایه و تصرف و زندگی خود مکمل برابر قطعی خود برابر داشته باشه. هر نوع تصرف کیو میکنه یا بکنه. حتی یک نفر که خیلی دیندار و عادل هم باشه امیره کسی ثابت کرده نمیتونه. پس چطور شده میتونه که مخلوق عاجز با امر الله کسی برابر میکنه؟ این بسیار سخت است. اما در ضمن این موضوع الله متعال اشاره میکنه به حکمت تفاوتها در رزق حتمی است. چرا حتمی است؟ به خاطر که استعداد انسان ها چه است؟ متفاوت است. الله قابلیت و استعداد متفاوت پیدا کرده. چرا او را متفاوت پیدا کرده؟ اگر تفاوت موجود نباشه نظام دنیا یک دم چرخش استاد میشه، دیگه حرکت نمیکنه. به خاطر که اگر کلگی یکسان باشه نیازهای انسانی قطعا تکمیل شده نمیتونه. از همون خاطر است افراد انسان در یک جامعه حیثیت اعضای یک وجود انسان است. در وجود انسان رئیسی کلی اعضاست که قلب است و از او که در خردترین امو چیزی که حتی هیچ کسی بگه که این به دردم نمیخوره، شخی ناخون یک انسان که اضافه میشه و تو دور میکنی، مویایی که در تنت زیاد میشه و دور میکنی، امیام بدن برش نیاز داره، دیام مصلحت بزرگ است. اما کلی اعضای بدن انسان یکی با دیگه کمک و معاونت میکنه. اینطور نیست که قلب بگوید که دست در کارم نیست اوسو کوشه قطع کوشه، نه، قلبم ضرورت به دست داره و دست ضرورت به قلب داره. کلگی یکسان وظیفه خود در سر میرسانه.
چرخ زندگی انسانیت مثل اینمی اعضای بدن انسان است که هر کدام در حرکت است، وظیفه مشخصی خود در سر میرسانه. اگر امی وظیفه ها در بدن انسان توسط یکی از اعضا معطل شود، کل بدن انسان از بین میره. ابو حیات بدن در خطر میفته. در جامعه انسانی زمانی که افراد اینمی قسم مسئولیت شناس نباشه، جامعه انسانی رو به زوال و خطر است. امروز که میبینیم حالات امی رقم است. الله متعال بنابر حکمت تفاوت استعداد پیدا کرده و محبت هر چیز الله در قلبش انداخته. اگر امی طور نکنه نظام دنیا پیش نمیره. چرا؟ به خاطری که تو دینمی باران از خانه حتی بعضی شاید در ترجمه نامده باشه، این از چیز ذکوری ما نصف مردم نامده. چرا؟ میگه باران از تر میشم، اما برو مستری را که در می لای در زیر چیست سینه موتر افتاده، اما برو در ایجا چیست جوالی را که همیطور باران دمو گل در مندهی موزه را پوشیده، خلیکن بگوی پشتاره را پشت کرده. الله متعالی محبت در قلبش انداخته، امو استعداد برش داده، وگرنه تو هیچ چیزی هم نمیتونستی تو انسان. از او خاطر از حکمت الله تقاضای ازیره کرده که نظام دنیا بینمی تفاوت پیش بره. پس این تفاوت استعداد لازمیش است که در حرکت و در سعی و اجتهاد هم تفاوت بیا. تفاوت در حرکات و در سعی و در کوشش این لازمیش است که حتما در پیداگری و کسب و کار هم تفاوت ها وجود داره. بس اوقات گاهی به طریق استثناء یک نفری خیلی تنبل بسیار مال کمایی میکنه، اما این یک امر استثنایی است. این قاعده با دوام عادتی نیست. الله متعال انسانها را پیدا کرده، اما هر کدام موظف است، هر کدام یک قابلیت داره، یک امر محبت داره پیش میبره. از همون خاطر است که نظام دنیا به این سیستم روان است. اگر کسی حالی میخواه که در بین اینمی افراد کلگی را مساوی و برابر بسازه، این نعوذ بالله انکار از امر مشاهد است، چیزی که به چشم سر دیده میشه. این را مکابره میگه، یک چیزی واضح و ظاهر انکار کردن. دنیای کمونیسم امی رقم حرکت شروع کرد، میخواست انسانها به هم برابر شود. نظام مقدس اسلام برنامه زندگی یا اقتصاد ملت ها را امیطور گذاشته که هر کس موافق جهد و جهد خود یک چیزی را به دست بیاره. خوی طور نیست که کل سرمایه به یک نفر تکیه کنه، نه به فرد اجازه میده و نه به یک حکومت و سلطه الله اجازه میده. نظام کمونیستی به فرد اجازه ملکیت زراندوزی را نمیداد، اما خود حکومت دارنده تمام اختیارات شد که کل سرمایه تکیه کرد. کسی که در رأس قدرت دولت بود و نمو مردم صاحب مال و منال شد. غریب باز همونطور سرکوب سعی و تلاشش یکی برده، اما حقوقی که برش می رسید از 10 حصه 1 حصه بود که نمورم بود. از همون خاطر همون قسم انقلابی که مردم در مقابل سرمایه‌دارا کرده بود، پس مردم در مقابل امی حکومت کمونیستی استاد شد. شما دیدی که نظریه کمونیسم از دنیا گلمش چیده شد. علتش چی بود؟ که نظریه باطل بود، غلط بود. امروز هم نظری کمونیسم یا نظام سرمایه‌داری عیناً مثل کمونیسم است. اینجا دولت تکیه به چند نفری محدود میکنه، اما دیگرها به کام مرگ میرن. چرا؟ منفعت کی میگیره؟ کسی که سرمایه قوی داره. تجار خرد، کسی که پولی کم داره نمیتونه مقابله با تجار بزرگ بکنه. از همون خاطر کل منافع و کل فایده به امو چند تاجر برسه. دیگه مردم امو قسم چیست خوار می. نتیجه چی میشه؟ در سرحد میرسه که مردم عکس العمل در مقابل امی سرمایه‌دارا پیدا میکنه، منجر به جنگ چیست خونریز میشه. دنیا امیره بارها چی کرده؟ تجربه کرده و امی حالت است. برخلاف نظام اقتصادی اسلام، در اسلام هر کس حق کسب و کار داره.